پروردگار در دوام آیات گفتند کذالک و زوجناهم بحور عین، ما شما را ای جنتی ها در جنت حورها نصیب میگردانیم. حور ببینید بسیاری در روایت های بیهقی و طبرانی خواندم که میگویند حور از خاک خدا او را نآفریده است. پروردگار حورهای جنتی را از بابای آدم و مام حوا آفریده است. این حورهایی که حور مجاهد میگوید در تفسیرش حورها که چشم انسان خیره که میکنند، سیاهی چشمش آنقدر سیاه است و سفیدی چشمش هم آنقدر زیاد سفید است، چشمهای درشت دارند، چشمها و زیباگی اونها که انسان چشمهای انسان خیره که میگردانند اونها را گفت حور عین میگویند. اونها را به این خاطر حور میگویند که وقتی انسان آیا ما در دنیا یک زن میبینیم کمی از این خیمیه ها استفاده کردن، همگی ما چی میگویم؟ آفرین، در حقیقتا زیباست. لیکن برادر عزیز و گرامی، در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد که یک رویمال حور در بزرگی و در شرف و در قدر و در زیباگی از دنیا و آنچه در دنیا زیباتر است. یک رویمالش، حالی وصف چهره او، وصف نفس او، حالی این زیبایی که امروز ما و شما میبینیم، سحر از خواب خیزد ببینش، زیباگی شبت در سحر آدم مشاهده میکنه، او را در قد کوچه نه، سحر شما از خواب و یک بار ببینید. کنی همون زیباگی که در کوچه از حسابی داروهای خیمیه کرده بود، آیا همون زیباگی است؟ نه، حورهای جنتی زیباگیشان، روشناییشان، حتی رسول اکرم گفتن قسم به بزرگی خدا از آینه دم دیده رویهاشان روشن‌تر است. نفسهای اونها، نفسی که اونا میدمند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن اگر گفتن یکی از حورهای جنتی کفی دستی خدا، کف ولی همه دستی خدا نه، کفی دستی خدا اگر از آسمان و سوی دنیا در نمایش برارند، آفتاب در روشنی کفی دستی حور در خجالت میماند. شما ببینید یک کفی دستی حور که پروردگار برای شما بنده های خدا 72 حور میدهد، از اونم زیادتر میدهد. در خیمه های شما را جای میکند که اونجا را دیگر انسان فکری آب نمیکند، فکری گاز نمیکند، فکری چراغ نمیکند. خیمه هست که از همه مشکلات ها خالی است. ببینیم یک کفی دستی او وقتی از دنیا میگوید، از آسمانی دنیا برآورده شود، آفتاب در خجالت میماند از روشنی دستی او. حتی رسول الله گفتن اگر چهرش این حور جنتی از آسمان دنیا به سوی زمین نمایش دهد، قسم به بزرگی خدا روی دنیا روشن می شود و روی دنیا را بوی خوش حور فرا می گیرد. بوی خوش حور روی دنیا را فرا می گیرد اگر یک چهره مبارک خوش اگر در روی دنیا در نمایش برآورد. پروردگار این حورها را برای بنده های خدا ترسش آماده کرده. شما را اینها استقبال میگیرند. وقتی شما به سوی خیمه ها اینا میروین، اینا دستی در پیش دارند، اینا به سوی شما تبسم دارند. حتی پروردگار در قرآن هم بیان دارد که در سوره مبارکه الرحمن است، حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام. پروردگار بیان میکند که حورها، آن زنهایی که ما در جنت برای شما بنده های خدا آماده کردیم، زنهایی هستند که اونها فقط و فقط شوهرش دوست ندارد و خلاص. مقصورات فی الخیام، اونا پرده پوشی در خیامند،
در خیمه ها اونا بجز چهره شوهر دیگر هیچ چهره را دیدن نمیخواهند. اونا شوهرهاشون را دوست میدارند. اونا را حبیب خدا گفتن در 70 حله پیچانیده شدند. ببینید 70 جامه دارند. اون جامه هایی که امروز از تخته ها میدوزیم از دیگر نمودی متریال ها که یک تشه پوشیدن برای مرد و خازن مشکلات میارد، اون 70 جامعه که پروردگار بیان کرد از ما برای حورها آماده کردیم، اونا همچنانن که وقتی که شوهرهای اونا را نگاه میکنن، داخل باطن اون حور از بالای 70 جامعه چه است؟ باز نمایان است. حتی رسول اکرم گفتند مغزهای در ساق داشته حورها را شما میبینید، همون مغزهایی که در ساقهای پاشون دارد، اونا شما را خوب قبول میکنند. حتی ببینید حورها را که حورها آنچنان با مردها غمخوارند، آنچنان شوهرها را قدر و قیمتشون حفاظت میکنند، ولی زنها را قهر نکنند. شاید که فردا صدای من به گوش اونا رسد، شاید که یگان ثبتهای ما را در این باب گوش کنند، زیرا چندین تا شکایت کردند که شما نسبت زنها گویم که یگان سخنهای بالا میگویم، بازگشته میگویم. به نام خدا مادرای عزیز، خواهرای عزیز، آن چیزی که میگویم به فایده جان شماست. من این قدر خلاصه دارم که شما شوهرهاتون را احترام کنید. آیا این سخن نادرست است؟ همون شوهری که تو زمانی که برای تو نکاح کردند، تو در خانه دخترها و دوگانهای زیاد جمع کردی، خوشنود بودی که من فلانی را میگیرم. همون مرده که تو خوشنود بودی، در نکاح او راضی بودی، تو را مجبور نکردن، همون مرد حرمت کن. آیا همین سخن نادرسته؟ آیا همین به فایده جان نیست که تو فردا به خاطر حرمت شوهر جنت می روی؟ چی جای نادرستی است؟ چی جای ناقبول کردن است؟ ما در برابر این مردها را میگوییم که زنهاتان حرمت کنید، به قدر زنهاتان رسید. ببین آنقدر این حورها غمخوارند که حدیث ترمذی است، حدیث حسن است. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، از نام پیغمبر خدا هست که حورها چی میگفتند؟ لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ببینید همین حورهای جنتی، ولی در دنیا بسیاری مردای هستند که بیچاره شکایت زنهاشان دارند. بسیاری مردهای هستند که زنها را طلاق دادن به خاطر که 1 سال نیم سال بیچاره برای شکم زن و فرزندا و دولتهای دیگر رفتن، آمدن که زنها الک با مردهای دیگر اونا ساز گرفتن، اونا الک گویم در جایگاه خواه دیگر مردها در آمدن، یعنی خیانتی در شوهرهاشان کردن. این حورها از جمله اونا نیستند، اینا فقط شوهرهاشان را دوست می‌دارند، تبسمی در شوهر میکنند، یعنی تمام نازکی های خدا، تمام آن چیزی که به فایده شوهر است فقط برای شوهر میکنند، برای دیگرها نمیکنند. پس میگوید حورها چی میگفتند؟ بسوی زنی که در دنیا اگر شوهرش غم میداده است، دقت میداده است، زبان درازی میکرده است، حقارت میکرده است، میگفتند لا تؤذی، تو شوهرت آزار نتی، قاتلک الله. ببینید دعای حور از طایفه زن است. ویم حورها هم گفتیم خداوند از خواب نه آفریدشان، خداوند اونا را از پشت حضرت آدم و مام حوا نکرده است، بلکه روایت ها در میاد که اینا را خدا از زعفران آفریده است. اینها را پروردگار میگوید از مشک و از عنبر و از کافور آفریده است. که بعضی صاحبای تاریخ هم خدا رحمت جان کند، یک کتاب در دستم بود، چند روز همون نگاه میکردم که از چاپ مولوی های زاهدان بودند، حورهای بهشتی، که در همونجا بیان کردند که از قدم تا زانو از زعفرانند، از زانو تا سینه گویم از مشکند، از سینه تا گردن از عنبرند،
خب از گویم گردن از بالاشان از کافوری سفید است، گفته همونا خدا خیرشان دهد از هر جا جمع کردن. مقصد اینا از زعفرانن، از کافورن و از دیگر چیزهای خوشبویی پروردگار برای ما و شما آماده کرده است. اونها زنهای دنیایی را میگفتند آزار نده، این شوهری که تو در نکاح داری قاتلک الله، خدا تو را قتل کند، خدا تو را هلاک کند. برای چی؟ برای که تو شوهرت آزار بدهی. حتی خبرش میدهد. افسوس که این زنها صدای عورها را نمیشنوند، حتی گوشزدش میکرده است. فانما هو عندك دخیل. ببین دخیل به معنای ضیف میاد، به معنای مهمان میآید. یعنی این شوهرها حورها میگفتند از داخل جنت و این زنهای دنیایی، این شوهرهایی که شما دارین اینا نزد شما مهمان هستند. ببین یوشک ان یفارقک الینا، زود است که شما را ترک میکنند، زود است که از شما جدا میشوند و اینا پهلوی ما میآیند. حورها حتی از جنت دیده، در همون جنت دیده غم ما را در این حیات میخورند، غم مردها را میخورند و نصیحت بر زنها میکنند. خواهرای عزیز، برادرای مهربان، هر یک حدیثی که از پیغمبر خدا من بیان میسازم پهلوهای دیگری ویم باید ما نظر داشته باشیم. ببینید مادرای عزیز، 70 جامه دارد پروردگار، حورها را وصف میکند به 70 جامه. مقصد به جامه ها ما اونها را آرایش داده، ما زینت داده، اونها را زیباگیشان همون جامه هاشان است، چشمه هاشان است، رخساره هاشان است. زیباگیشان این است که اونها به مردهای بیگانه نظر ندارند. اگر مادر عزیز و خواهر عزیز شما هم اگر همه تبسم خدا، چهره زیبای خدا، آن ناز و کرشمه خدا اگر در بالای شوهرهاتان هم کنین، خدا شما را نورانی میکند. به خدا قسم شما را پروردگار زیبا میکند. شما خنده را، شما تبسم از روی مردهای بیگانه کنین، شما دستاتان را در دستای اونا نگذارید، زیرا اینا به فایده جان شما نیست، اینا به ضرر جان شما هستند. حتی خداوند در قرآن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، پروردگار بیان میکند ای فرزند انسان، یکی مبادا باز شما در حله و در نیرنگ شیطان نافتین. این شیطان آن کسی هست که این پدر شما را از جنت بیرون کرد. ببین کما اخرج ابویکم من الجنه، این پدر و مادر شما را از جنت چکار کرد؟ بیرون کرد. ینزع عنهما لباسهما، پروردگار بیان میکند. ببین عجیب جای نازکی او را پروردگار بیان میکند. میگوید این شیطان در حق فرزند آدم و مام حوا آنچنان دشمنی کرد که لباسهای اونها را از بدنشان کشید. ببینید دشمنی شیطان از همه بالاترین شد پروردگار به چی بیان کرد؟ به اینکه لباسهای پدر و مادر شما را از بدنشان کشیدند. لیوریهما سوآتهما، تا که عورتهای اونها را همه ببیند. وقتی عورتهای اونها را همه دید اونها شرمنده میشوند، اونها در پیشگاه خدا در خجالت میمانند. امروز ببینید لباسهای مادرای ما، خواهرای ما را هم همون وسواسهای شیطان از بدنشان بیرون کرد که امروز آزاد همه ما و شما هر جایی که فقط امروز ساعت آمده است که گویم موضع های حساسی که در زنهاست کمی پوشیده از دیگر کلی بدن اونا در بیرون است. هر انسان خواهد نگاه میکند میبیند. 4 چیز برای لباس زن ضرور است. 4 چیز. یکم تمام بدن زن پوشیده باشد مگر الا ما ظهر منها، پروردگار بیان کردند. مقصد همون موضع روی یا موضع کف دستی که و اطراف این کو خیلی سخنهای زیاد است. الا ما ظهر منها را خدا خیرش دهد یوسف قرضاوی هم در کتاب حلال و حرامش از زبان چندین
مفسرها و صحابه های پیغمبر هر خیل تحلیل ها کردند. مقصد روی زن اگر ظاهر شود، روی زن اگر تابد، یا دستی زن کفی دست اگر تابد، این از جمله گناهان نشماریدند. دیگر تمام بدن زن باید پوشیده باشد. یکم قاعده لباسی در زن، آنچه که خدا و رسول گفته است من همون میگویم. شما اگر اجرا کنین از جمله آدمای خدا تر شوین، انشاءالله همون مقام امینه که در آغاز من برای شما گفتم خدا برای شما آماده میکنه. زیرا شما زن دارین، خواهر دارین، کلین دارین، نوسه دارین و دیگر زنها در خاندان شما هستند. یکم تمام بدنش باید پوشیده باشد. دوم چیزی که برای لباس زن ضرور است این است که شفاف نباشد، تنک نباشد، که بدن او بدن نما باشد. زیرا روایت مسلم هم است من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنه ولا یجدن ریحها. بین رسول اکرم میگه کدام زنی که در بدنش لباس دارد که بدنش میتابد و از بدن او دیگر گویم که یک پرازیت است، یعنی یک میکروب هست این که دیگرها دا میگذرد. اگر این گونه زنها باشند حبیب خدا الله که اونا را گفت جنت نمیروی، بوی جنت به مشامت نمیرسد. لباس میپوشی که بدنت میتابد. امروز شما میدانید دیگر که من را شعر ندهم، همه شکر خدا چشماتون کشاده است. همه آن چیزی که من میدانم از من دا بیشتر میدانید، از من دا زیادتر میدانید. دوم چیز لازم بوده است این بوده است که شفاف نباشد، یعنی بدنش نتابد. لباس باشد که بدن نما نباشد. سوم لباس تنگ نباشد. تنگ ولی ببینید این گویم که از فرهنگ و تمدن مردم غرب است، این از ما نیست برادر عزیز. آنقدر لباس تنگ میکند که تا که میان اون نمایان شود، تا که پیشای بری اون نمایان شود، تا که پایهای اون نمایان شود. ببینین باور کنین از شفاف دا دیده، از بی سطری دا دیده تنگ پوشیدنش ناخوب است. این لباس های تنگ پوشیدن این گنده هست، این شهوت غریزش بیدار میکند. اینا رو به خاطر چی میکنه نکن؟ همش معلوم است به خاطر که جلب مردا با اونا زیادتر شود. لباس تنک میپوشد که بدن او را بینه، لباس تنگ میکند که از پس او مقصد باید توجه باشد، اهمیت دهند. خب به سطری میکند به خاطر هست که البته مردها با او شفته شوند، پایبند او شوند. چهارم چیزی که لازم است این است که مرد لباس مرد پوشد، زن لباس زن پوشد. ببینید چهار چیز در کار با ما. ولی امروز زنها را ببینید، ما که مردها را ندیدیم الحمدلله تا امروز لباسهای زنها را پوشیده باشند، لیکن امروز زنها لباسهای مردها را پوشیده هستند. کرته های مردانه، بروک های مردانه را پوشیدن، گویم که در کوچه ها سیر و گشت دارند. حبیب خدا لعنت کردند به آن زنی که لباس مرد می پوشد، مردی که لباس زن می پوشد. خواهر عزیز، به نام آن خدایی که جان تو در دست اوست، از این سخنانی من برای تو ملال نآید. ولی من سختم نگفتم، حالا که سختم، سخنهای سختم وجود دارد، من که سخت نگفتم. فقط از تو از روی دلسوزی میگویم که الله از بالای 7 طبقه آسمان تو را با پوشیدن لباس امر دارد. اجرا کنی زود است که نزد پروردگارت میروی، در خجالت نمیمانی. اجرا نکردی از همین جنتی که من 10 جمعه اگر گپ زنم نعمتهای او را پایان دادن نمیتونیم، از همین جنت محروم میشوی. پروردگار حورهای جنتی را با حله با جامه ها وصف میکند که اونا صاحب جامه هستند، مقصد صاحب لباس های زیبا هستند. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. انشاءالله که فرصت دیدار پروردگار نشید، من که این موضوع را تیار داشتم که دیدار پروردگارم در جنت برای جنتی ها موفق می شود، میسر می شود. اکنون خدا خواهد و برای ما و شما فرصت دهد جمعه آینده خدا خواسته باشد در اطراف دیدار پروردگار من برای شما از آیت های قرآن، احادیث های رسول اکرم البته بیان می سازم. خلاص این موضوع هست که خلاصه براریش همین است که ما
اولا از پروردگارمان بترسیم، بعدا همیشه اشتهای جنت داشته باشیم و همیشه جنت دوست داریم. در حق من دعا کنیم که خدا همیشه ما را جنتش برد. و دیگر این که خداوند از آن حورهایی که در جنت آماده کرده است برای ما در این بیان دارم که شما هم در جنت، پیغمبر خدا میگه از حورها دیده زیبا هستید. یعنی این زیبایی که خدا به شما میدهد به حورهای جنتی نمیدهد. لیکن وقتی که اگر شما آن مسئله را که من بیان کردم شما اگر پایبند او باشید، از پروردگار خواهان او هستیم که خداوند